سلام علیکم. تو خیلی خوبی. تو هم خوبی. نه یه واقعیتی رو میخوام بهت بگم، اصلا خواهش میکنم ناراحت نشو، باهاش کنار بیا، منو درک کن. ایش بایی خیلی همه جوره اوکی، خانواده داری، پسر با ادبی هستی، با شخصیتی، چه میدونم حتی منم واقعی دوست داری، اینو دیدم که میگم، تجربه کردم، اصل مسئله بود. ولی من نمیتونم زنی با من کسی که میخوام نمیتونم با هم ازدواج کنم، میفهمی؟ ببین تو پول نداری فاضل، من دختر پرتوقعیم، نمیتونم از خیلی چیزام بزنم بیام با تو زندگی کنم، میفهمی؟ من نمیتونم از تفریحاتم، از جاهایی که میرم، از خورد و خوراکم، نه جدی میگم سعید، تو هم رفیق داشتی، تو هم اینو گوش کن، شاید به دردت بخوره. یه دختر نمیتونه با بیپولی یه پسر کنار بیاد، هر روز داره جدی‌تر میشه. خب من دارم کار میکنم، من کار نمیکنم. کار میکنی ولی کار کردن تو به درد من نمیخوره. مایی 40-50 تومن تو کجای ما رو میگیره؟ درسته عشق مهمه ولی نه به اندازه پول.